سلام، با فرکوک همراه باشید با پخت یک شیرینی سنتی دیگه به اسم پادرازی با بافتی بسیار ترد و عالی. برای صاف کردن روغن جامدتون، روغن جامد رو با حرارت غیر مستقیم ذوب کنید، داخل یخچال بذارین تا سفت بشه. بعد با پودر قند هم بزنید تا کرمی بشه. پودر هل و پودر زنجبیل و ریخته، آرد گندم، آرد برنج و آرد نخودچیتون رو علک کنید. اگه گلوله هایی داشت با پشت قاشق خزلک رد کنید. به وسیله ریسک کمی هم زده. بعد با دست ورز میدین تا حدی که یه خمیر یک دسته بشه. زیاد ورز ندین که به روغن میافته. بعد داخل نایلون بذارین 1 ساعت داخل یخچال یا محیط آشپزخونه استراحت کنه. دوستان، برای شیرینی پادرازی احتیاج به یک کاتر زبان داریم و چنگال. کمی آرد پاشی میکنیم سطح کارو. خمیر رو روش باز میکنید. کمی آرد روی خمیر میدین که خمیر به وردنمون نچسبه. به آرومی بازش میکنید، نه خیلی ضخیم نه خیلی نازک. با پشت چنگال خط عمیق میندازیم، کاتر میزنید و روی سینی قرار میدین. سینی نیازی به چرب کردن نداره چون خود شیرینی روغن داره خمیرش. زرد و سفیده رو جدا میکنیم. الان 2 تا سفیده داریم، قبلی و جدید. داخل زرده ماست و پودر قند میریزیم، هم میزنیم، رومال میکنیم شیرینی ها رو و پودر قند میپاشیم، میذاریم داخل فر. بعد